آی ما قربان چوم یاری علیده دل آرامی قمای تو مرم کرد میده میده جان محبوب ای آی به زندگی وفاداری. سلام علیکم اندر شما ما جبار تا به جلوی ما بس دادم هم چیشام پیش یا گوله کردم. والله گیلا گاهی وقت همین چهار بیتیار که تو نمیخونی همین تمر کیف میده که فقط خوش دارم گوش کشم به مو خاطر چوب کردم که ادامه بدی اما دیگه ادامه ندادی. اشته هستی گیلک جو خوبی؟ شکر فضل خدا دم غنیبت تیارم. الهی شکر کم تیار و خوشحال هستی گیلک جو. گیلک جو یک دو کلمه گپ دارم برای تو. بله فقط ما بفهمم و تو بفهمی. خوبه. یعنی گپ به تو به دیگه جا دیگه سوز نکنه. خوبه چیه؟ گیلک جو تو که خبر داری که چند سال میشه این مدرک به فوت کرده. خدا بیامرزه. بله یا زن خوبی بیدک مسلمان گاهی وقتی به ما کسی دوغی میدادم. خدا تمام مرده ها ما و شما بیامرزه. 7-8-10 سال پیشا اینجا هم پدرک تو هم که فوت کرد. تیارک من 3 سال میشه. خدا بیامرزه. خداوند رحمت کنه بهش جای کنه. گیلک جو همی چند شو پیش پیار ما به ما گفته که بابا جو بریم یک زن بگیر. می باری بار خیلی گشتم ولی جو خوبی تبدیل بری خود پیدا کرده نتونستم که به می پیار خو زنی بگیرم. بله من گفتم اگر میفهم یک راه داره برو خفه چوپی خودی این مادر خود صحبت کن. همین مادر تو بدیم برای پیار ما و تو برور هم میشیم. دیگه اجاد نکرده که به پیش احمد و محمود دست تو دراز باشه بگی بیستی بده. همین که صبح از خونه بدر شدم به کسی تو صدی میکنم بعد من میرم به سر کار خوب که خرج کنم بخور. خرج کن. خوبه. فقط انمی گپ دارم که برو بری بگو مادر جو پیار جبار اول خوب پول دارم. بله زمین دارم خونه دارم همه چیز خور دارم. تو هم اسیده میشی من اسیده میشم. راست میگه. گیلک چند سالی؟ کی؟ تو 40 سال و هله. 40 سال و هل توتال زن و خونر ندیدی. نه اگر تو امروز برار ما نشی مادر تو امروز بیایه مثلا مادر ما بشه و پدر ما به نکای مسلمونی بستونه ما و تو برار میشیم. همین فردا میرم برای تو زن پیدا میکنم بم نکای مسلمونی برای تو میدم. چرا تو بی زن بگیردی؟ همین که خیشی ما سر بگیره یعنی مادر تو خود پیار می ازدواج کنه فردا تو را هم زن میدم در خونگاه تو رو میکنم پا تو را هم نخ بسته میکنم. زنده باشین سلامت باشین. الان میرم به نانه خو میگم نانه انا پیار ماما جبار میدم به شما. فقط همی خودی مادر خو گپ میزنه دیگه خودیش کس گپ نمیزنه گیلک جو. سرپرستم کنی لیلا دوماد مانه. به خاطر از این مردم قدیم میگم زفرون ناخورده لبا خوردم زرد نمیکنه. راست میگه. خیشی ما و شما که سر گرفت هم مردم دیو و دیوار میفهمم که این خیشی کردیم ما. و تارا به کسی نمیگی؟ نه فقط مستقیم میری بری مادر جان میگی. میگم مادر تو مادر نمیشه دیگه. زنده باشین. برو بخواب. پیش نزن که بخیر همیت خانومی بری تو پیدا میکنم که همی یک گیلک جو صبح به سر داشته باشه یک گیلک جو شم به سر داشته باشه. خوبه. چون این قلفا چه کار باشه دکم هر چی میخرم یا وا نمیشه یا قلف نمیشه. سلام علیکم اندلا باشین دوماد و اشتاله. علیکم. خوب بخیر. تیالستن خیلیت جون جوره. تیاره. چی گپایه؟ شکر فضل خدا. کجا بودی؟ من برفتم به صحرا برفتم نانه میگفت برو سکو همسایه اگه دارم من 3-4 تا بیجی کابوست یا زنگ باشه خاطر نون پخته میکنه من نون پخته میکنه اینا زود پخته میشه. انا بعد بیامدم به تا سلام ماما جبار من به تا کوچه ماما جبار بدیدم. خب از ویستوندی به خوکو؟ نه ماما جبار گفتم برو به هیچ کی چی نگو. انا برو به مادر خوب بگو که مادر تو پیار من بیای بستونه. تو پیار ما مادر پیار تو پیار ما مادر تو بستونه. نه مادر تو پیار من بستونه. تو
تو برار میشی تو میره نوزبددار میکنه لنگ تو بسته میکنه. چی گفتی دوباره تو تکرار کنی گپ ما نفهمیدم اده. ماما جبار گفت تک پیار ما مادر تو بستونه یعنی شوهر مادر توشه. ماما جبار اشتباه کرد. ماما جبار غلط کرد. به تروی سعی کردی تو. ورزل لغتا خو میکردی اونجا گو. چرا؟ اشته چری؟ بیا بدی خبر به من میاری. مادر توی تبو مونده که ما بریم پیار ماما جبار بستونه. ما با تازنده باشم برو چشما خور جمع میکنم. شما گوش نموندین توش نموندین چی کمی داریم شما؟ تو چی گفتی به ماما جبار؟ قبول کردی؟ من خو عقل من نبوده. عقل تو به کجا بوده؟ گفتم میرم به نانه خو میگو. من گفتم میرم به نانه خو میگو. یعنی تو هم به نانی خو میگی که تو راضی به میکار؟ نه تو از تو پرسان کنم تو راضی؟ گفت تو اگه نانه تو بیای پیار من بستونه ما تو زن میدم روز اول. اشتباه کرد. هر دم تو زن مست باشی ما به خدمتتونو. با زن به می منطقه کمه که بیام خان دور گرفتم ماما جبار. البته من بمردم. دو ما جوام هر جا که من میریم شما به من میگین که چون همرنگ تو پیدا نمیشه. انا میگه امروز سبک و سبا سبک و کتشی خو کتم بشدم کو. گوش کاش با تو چی میگم؟ اگه رنگ تو پیدا نشه از کجا برم با تو بیارم؟ برو من بخو با تو بدم. کم رنگ تو باشه. نه من بخور با تو بدم. نه. چه کو با تو چی میگم؟ دیگه هر کس به تا همین منطقه نام خوشی مر نبره باور بکن اگر یا او کشته شو یا ما کشته شو ای با گوشا خو باکو برات از این گپا نگرد که مردم پلو خیل بلا گوشتو بزنه که تر زن میدی ونی ماما جبار ونی ماما جبار بریم بیا کاتکو بیا تام بیا سکامو زنه خونه آمدم کلیار اشتباه آوردم. ماما جبار سلام علیکم. سلام علیک دیگه به درد من نمیخوره. همون زرمه به شما میگم های همون زر میگم های باید خود شما همون زر بفهمی. دیگه به می منطقه زن هیچی ورف داده که شما بیامدین به خصوصی ما بخسرونی با به خصوصی ما گفتین که مادر تو به پیار خو میدم. گوش کاش ماما جبار که به چی میگم؟ من تا زنده باشم خوشو خور برو چشما خو جمع میکنم. هیچ وقت خوشو می اشتباه هم نمیکنه که برای چی کنه. باز زیر سر از اینم بالا کردین که به تو زن میدم. چی بسه سر صدا نکن یک زب سر خونه انداز. شنیدن کی باید مانند دیدن؟ این دروغ میگه به من. دروغ میگه. من کی بر تو می گپ زدم؟ به ذات من دروغ نیه. به ذات تو دروغ نیه. می گپ من کی زدم؟ کمی تو شاید میگم تا گوش تو بزن که چهار کاکا جان دست خور نگادار. دست خور نگادار. نشونیا بزین نشونیا ماما جبار نشونیا بزین نشونیا که من خوندم کردم میام چهار بیتی گفتم من شما به چهار بیتی غرق شدم. نگفتم برو پیار من مادر تو بستونه. تو گپ همی سادی خدا قبول میکنی گپ هم قبول میکنی. دومان نه این ماما جبار میگه برو به تو سدی هم میدون لنگ تو هم بسته میکنه تو نزبتدار میکنه به یک روز. من خودی لالا یا کس ماسی به زیاد داده. یعنی جبار امی تو آدمیه که بیای ببی سادی خدا می گپار بزنه. اگه من مرد باشم که میام رو در رو خود تو گپ میزنم مستقیم میرم پیش مثلا از این خوشو تو میرتون صحبت میکنم. من چی بیام بزی سادی خدایی گپار بزنم؟ بیا مرتکه کتی بیا شما مرتکه کتی دروغ میگی به ذات شما دروغه. سکو ماما جبار گیلا خسوربری ما اگر ساده من تو دروغ نمیگه. 25 سال میشه که آدم خسوربری منه. من تا حالی از این آدم دروغ نشنیدم. یک دیگه به فکر از این نشو که پیار تو 4 جریب زمین داره 4 ریب پول داره فکر کنی که زیر سر خسوربری مر بالا کنی یا زیر سر ما به ورات پول شما نمیگردم. من فقط تا زنده باشم خوشو خور گفتم جمع میکنم خلاص. سکو ماما جبار با تو چی میگم؟ هر چی که زمین به می 4 طرف و به می کنار گوشه ها داری همه گیر به خیرا سر خوشو خو میکنم. یک گپ دیگه با تو میگم اگه یک دفعه دیگه دهن خور در رابطه خوشی ما نکنی 300 دلار تو به دهن تو میدا میکنم. بری خوب گوشا خور واکو زن خیلی پیدا میشه به پیار پیدا کن. چه میکنه چه؟ من نانم شوهر نماید. چی میگه با چی ایت میکنه دومات بعد که من نشنیدی کامل با تو چی گفتم؟ گوشا خور وا کردی یا نه؟ سر صدا نکن بری از گفتم یعنی بعد با پام تو تومات زدی دروغ گفتی. فهمیدی؟ حقیقت میگه. او دروغ نمیگه. تو با میتونه خود دروغ میگی. نه غیرتی. خب خیره گیلا یک روز به حساب تو میرسونم با تو گفتم به کسی هیچی نگی تو مستقیم برفتی و امالی بابا دومات خود گفتی خیره یک کار خواه کردم با حق تو گیلا. های گیپا امی کارم بمونده که پیار تو به گیلاک ماما گفته برو با مادر خوب بگو که بیا پیار مر بستو بگو من بیکار
پیرت جان کرده؟ نه من به سرا نبیدم به شغل بیدم یعنی گرچینی پیار ما به گیلا گفته برو با مادر خوب بگو ببو ما بستونه آه دکه ما چون انیو من خبر ندارم خبر نداری آلی بری به سرا خبر بیشی صحیحه اولی اگه با دل تو داد کده بگی به می چیب چند تای به شونا ما بزی نه گیپا حالکی نمیگم بور به پیار خوب بگو خوبه بگو دکه با گیلاگی چی نگه کرد بور به مادر خوب بگو کرد بور پیار من بستونه خوبه میرو میگو بخیر بشی خداحافظ الهی در بگیر ای زمانه دیگر نمیام به محله کسی بهم یار خو شیشته نتانه دیگر نمیام به محله الهی خانه این شیطون خراب شه دیگر نمیام به محله خبر میبره خانه به خانه دیگر نمیام به محله سنگ تراشادی زلفان افشان مرا کردی پرشان دیگر نمیام به محله وای دیگر نمیام به محله برو بهم یار بگو یار تو آمد دیگر نمیام به محله گل نرگس خریدار تو آمد دیگر نمیام به محله گل نرگس خریدار چی باشه جور باشه گیپا جور باشه گیلا گیشتری شنه به چی با مجبر خیریات جانجوره گیلا پیار ما به تو چی گفته بود؟ مثل مرغ بری به تا سرم قیق نکش تا سرم درد میکنه خوب پیار تو به من گفته برو به مادر خوب بگو که بیای پیار مر بستونه به تو صدری پی پولا میدون تو نزبات دارم میکنم خوب تو برفتی با خودی پیار ما جان کدی دومات خوان ببوزدی بلیو آگه دگه گیلا خودی پیار ما دست به سر و دست بلو نکدی به می دو پنجه تو خفه میکنو کچره پیار تو جنگ کرده امی تا به کله زدی و دل تو مال شکم درده بلور ما بعد با ما سیما مشکیخته کم یک کله که میتونه می قسمت کله خب بهم شکم پیار تو ندادن شکم پیار تو فقط کاسه خیراتیه لالا پیار تو دیدم زمین خود بره به جو منطقه باج استون نگه پوک بدن دادن رقیف اگه نمی جستی میرم قبر تو به می جمیکا خب با قبر تو لعنه طور بره بکنه چو بد کردم گیپا بیشتر گب نزد نه خلاصه که به شرف ما لغت خورد بفهمیدی دوماد ما گفته به شرف ما لغت خورده گفته اگه نه ما جبار نباید میرفته میگفته بیا مادر گیلک بره انا پیار مر بستونه ایت خوشوم بیکاس مونده که بره مادر پیار ما جبار بستونه خوب به تو بگو خود تو نمیرفتی با دوماد خونه میگفتی و کلون منطقه ما کلون ما سرپرست ما دوماد ما نیلیلاه لگه ما او بخوریم میگه نیلیلاه با کجا او بخوریم تیاره خب دیگه خدمتی باشه که گیپا بخیر بشی خب برو دیگه سیه ای نده یون سرقی یک کله مولا به پینک تو بزنم تو مثل بوسخالی بریم بگیم